سلام عرض ادب. در ادامه آموزش هامون میخوایم یک روش خیلی مثبت ثمر رو امتحان بکنیم که زمانی که شما سیم کشی میکنید یا کابل کشی امکان داره که لوله‌تون به هر دلیلی آشغال بره، گیر بکنه و به مشکل بخورید. شما میتونید به وسیله یه مقدار نخ ریسمون و جارو برقی این راهو به راحتی انجام بدید و به مشکل بر نمیخورید. در ادامه همراه ما باشید. دوستان عزیز دقت کنید که نختون حتما نخ ریسمون باشه و اینکه یه نخ سبک و نازکی باشه که به راحتی قدرت مکش رو داشته باشه. دوستان در نظر داشته باشید که چقدر راحت این نخ ریسمون داره میره. خب میریم که حالا با یه جارو برقی هم خیلی سریعتر میتونید سیم کشیاتون رو انجام بدید، همین که دیگه گرفتار لوله ها نمیشید.